اگه ورزش میکنی اما پیشرفت نمیکنی، میخوام 3 تا دلیل رو بهت بگم که ممکنه یکی از اینا رو درست انجام نمیدی. اولیش اینه که احتمالاً تمریناتت ساختار مشخصی نداره. یعنی مثلا هر روز یه تمرین رندوم از یوتیوب یا اینستاگرام پیدا میکنی و انجام میدی، ولی نمیدونی اون تمرین دقیقاً قراره چه کاری برات انجام بده و چطور قراره تو رو به هدفت نزدیک کنه. دومین مورد ممکنه این باشه که بدنتو به صورت هدفمند به چالش نمیکشی. مثلا فکر کن میخوای شنا زدنتو بهتر کنی. باید یه نسخه از شنا رو پیدا کنی که متناسب با سطح فعلیت، قدرت و استقامتت رو به چالش بکشه و عضلاتی که توی این حرکت نقش دارن رو هم تقویت کنی. بعد به مرور باید این چالش رو بیشتر کنی. مثلا میتونی تکرار حرکت، حجم تمرین یا سختی تمرین رو افزایش بدی. سومین موردم اینه که خیلی وقتا ما یه برنامه‌ای رو شروع می‌کنیم و بهش فرصت نمیدیم تا بدنمون باهاش سازگار بشه. برنامه‌مون رو زود عوض می‌کنیم. بهتره که برنامه منطقی رو انتخاب کنی، طبق اون تمرین کنی و بعد یه مدت پیشرفتتو بررسی کنی و بر اساس اون تغییرش بدی. حالا با خودت ببین کدوم یکی از اینا شامل حالت میشه و سعی کن عوضش کنی.